سلام، من دانیالم. سلام و من هم امیر. خوش اومدید به کانال روان ما. من امروز میخوام یکم در مورد سقراط بیشتر حرف بزنیم، به خاطر اینکه امیر تو جلسه پیش گفتی که سقراط با پرسشگری که علیه سوفسطائیان داشته شما رو به چالش کشید و حرف سقراط این بودش که میگفتش که پول خوشبختی نمیاره، حرف سوفسطائیان بود این که پول خوشبختی میاره و دلیل سقراط این بودش که چرا پولدار و افراد ثروتمند افسردن و دلیل خیلی منطقی هم داشت. من خواستم بدونم در رابطه با این آدم اگه میشه که یکم بیشتر صحبت کنه. آره حتما. ممنونم. حدوداً 500 سال قبل از میلاد مسیح تو یونان باستان در میان هیاهوی بازار مجادلات سیاسی مردی میگشت که نه برای پاسخ بلکه برای پرسش‌هایش شهرت داشت. سقراط، فردی که نه کتابی داشت و نه مکتبی و تنها سلاح او پرسشگری بود یا همون دیالکتیک که گفتگوی پرسش محور با سوالات هدفمند و متوالی بود و همین پرسشگری هم آخر او رو به پای مرگ کشاند. خب الان یک سال برای من پیش میاد، چرا وقتی که کشور یونان یک کشور تمدن کهن داره و پایتختش که آتن بوده و یک شهر دموکراسی طور بوده، بله، چرا باید الان با سقراط مخالفت کنه؟ سوال خوبی پرسیدی. سقراط روشش دیالکتیک بود، شعارش هم میدانم که نمیدانم و معتقد بود که همچون زنبور عسلی آتن رو با نیش پرسش‌هایش میگزید تا از خواب جهل بیدار کنه. مثلا خطاب به سیاستمداران میپرسید که فضیلت چیست و چگونه میخوان فضیلت شهروندان رو پرورش بدن و با توجه به پاسخهایی که دریافت میکرد دوباره سوال میپرسید که آیا پاسخهای تو بر اساس دانش واقعی توست یا نه دانش باورهای رایج. این روش جاذبه و دافعه داشت. جاذبهش برای جوانان جستجوگری همچون افلاطون و دافعهش برای سیاستمداران و افرادی که ادعای دانایی داشتند. حدوداً 400 سال قبل از میلاد مسیح سقراط در سن 70 سالگی با 3 اتهام به دادگاه آتن احضار شد. اولیش بیدینی و انکار خدایان شهر، دومی معرفی خدایان جدید و سومی هم فاسد کردن جوانان شهر. چقدر جالب شد تو الان. حالا یه چیزی، سقراط واکنشش نسبت به این اتهامات چی بود؟ تو دادگاه شرکت کرد؟ اگه تو دادگاه شرکت کرد چی گفت، چه کار کرد؟ میتونیم بگیم؟ آره، سقراط تو دادگاه شرکت کرد و اتهامایی که بهش وارد شد از خودش دفاع کرد. افلاطون که از برجسته ترین شاگردان سقراطه تو رساله های دفاعی و فیدون به ترتیب به دفاعیات سقراط در دادگاه و مرگ او میپردازد و برای مثال میگه که در روز دادگاه سقراط در خطاب به مدعیانش با لحنی آرام و طعنه‌آمیز میگوید که ای آتنیان، من از سخنان فریبنده مدعیانم متعجبم. من فاسد کنندم؟ آیا کسی هست که ترجیح دهد میان شاگردانی فاسد زندگی کند تا از سوی آنها در معرض خطر آسیب باشد؟ این عقلانی نیست. سقراط به رغم فرصت فرار از زندان قانون شهر را محترم شمرد و در زندان منتظر مرگ ماند. روز موعود فرا رسید و در حضور شاگردانش از جمله افلاطون جام شوکران یا همون جام زهر رو نوشید. خب حالا یک کلمه لابلای حرفاتون بردین، مثلا به دنبال اون جواب این سوال سقراط از سوفسطائیان که گفته بودش که پول خوشبختی نمیاره. آره. که مثلا مثالش این بودش که آدمای پولدار پول خوشبختی زیاد ندارن و شما این اومدین با این جواب دادین که فقط عامل خوشبختی پول نیستش و چند تا عامل دیگه مثل معنا و ارزش وجود داره. حالا میخوام این معنا رو بیشتر برای ما بازش کنین. اصلا معنا چیه؟ چجوری به دست میاد؟ چجوری باید زندگیمون رو معنادار کنیم؟ اگه میشه درباره این یکم توضیح بدید. حتما. ممنون. پس بریم سراغ کسی که معنای زندگی رو تو سیاه ترین نقطه ممکن تاریخ بشر کشف کرد. ویکتور فرانکل، عصبشناس روانپزشک اتریشی و بنیانگذار لوگوتراپی یا همان معنا درمانی و از بازماندگان اردوگاه‌های مرگ نازی‌ها. در سال 1942 نازی‌ها ویکتور فرانکل را همراه با اعضای خانواده‌اش سوار قطار کردند و بعد از 4 روز رسیدند به آشویتس، مشهورترین اردوگاه مرگ. و با اولین صحنه‌ای که روبرو شدند، دود سیاهی بود که از دودکش‌ها خارج می‌شد. به نظر دود چی بود؟ واقعا نمیدونم. دود جسدهای سوخته. به محض پیاده شدن از قطار، یه دکتر بیرحم که ملقب به فرشته مرگ بود با حرکت دستش سرنوشت انسان‌ها رو تعیین می‌کرد.
سمت چپ اردوگاه کار اجباری و شانس زنده موندن کم، سمت راست اتاق گاز یعنی مرگ فوری. ویکتور فرانکل رو فرستادن سمت چپ. و خانواده‌اش چی؟ سمت راست یعنی اتاق گاز. بعد از ورود همه باید لباسهای نازک یک دستی رو میپوشیدن و دستهاشون با مهر شمارهشون سوزانده میشد. 119 104 دیگه ویکتور فرانکل نبود، یه شماره بود، یعنی هویتش رو ازش گرفتن. خب امیر قسم اونا تو اردوگاه کار اجباری چه کار میکردن؟ تو سرمایه منفی 20 درجه با پای برهنه و لباس نازک سنگ جابجا میکردن. غذاشون هم یک کاسه سوپ و آبکی و یه تیکه نون کپک زده بود که شاید جمعاً به 800 کالری نمی‌رسید، یعنی معادل 1/3 نیاز روزانه بدن. هر شب چندین نفر از سرما یا ناامیدی تو خواب می‌مردن و زندانی‌ها مجبور بودن صبح به صبح جسد دوستاشون از خوابگاه خارج کنن. و نکته تکون دهندش اینجاست، اونایی که دیگه صبح از خواب بیدار نمی‌شدن نه به خاطر کار زیاد بود نه به خاطر سرما، بلکه دیگه دلیلی برای بیدار شدن نداشتن. خب بعد راز زندان چی بودش امیر؟ معجزه معنا. فرانکل فهمید اونایی که زنده موندن تو 3 چیز اشتراک داشتن. 1 خلق اثر یا داشتن هدف بزرگ. مثلا فرانکل خودشو تصور میکرد که جنگ به اتمام رسیده و داره برای دانشجوهاش سخنرانی میکنه. یا زندانی دیگه‌ای که فقط به دیدن دوباره فرزندش فکر میکرد. 2 تجربه عشق. فرانکل تو اون سرمایه کشنده با یاد همسرش زنده بود و تو تصوراتش با اون صحبت میکرد. و 3 کمک به دیگران. مثلا زندانی گرسنه‌ای که آخرین تکه نانش رو با دوستش به اشتراک میذاشت، یا گروهی و پنهانی کشیک میدادن تا دوستاشون بتونن غروب آفتاب رو تماشا کنن. این یعنی زیبایی رو حس کرده بودن. خب حالا امیر میتونی به من مخاطب بگیم که چطور زندگی رو معنادار کنیم، چه کار کنیم؟ با 3 روش. 1 کار معنادار، یعنی انجام دقیق شغلمون، کمک به همکارمون، همکلاسی یا حتی یادگیری مهارت‌های جدید. 2 تجربه عشق واقعی، یعنی کمک به دیگران، حضور واقعی کنار دوستان، خانواده. من گاهن میشنوم از اولیا که بچه ما بعد مدرسه میاد خونه، سر میز ناهار هم گوشی کنارشه، ایرپاد تو گوششه، فیلم و سریالش میبینه یا تو یوتیوب داره میچرخه. این دیگه تجربه عشق واقعی نیست، این تجربه خودخواهیه. و 3مین مورد هم رویارویی با رنجه، یعنی نحوه برخورد ما با ترس، شکست، فقدان، سوگ. چطوری همین بفهمیم که کاری که انجام میدیم کار معناداره، یعنی کار بیهوده‌ای نباشه؟ 3 کار میشه انجام داد. 1 پرسیدن سوالات درست. به جای اینکه زندگی از من چی میخواد، اینو باید بپرسی که توی این موقعیت چه پاسخی از من انتظار میره یا چه کاری میتونم انجام بدم که مفید باشه. 2 تمرین شکرگزاری که کمک میکنه به دیدن معنا تو لحظات کوچیک. و 3 هم مسئولیت پذیریه، یعنی یافتن معنا که یک وظیفه شخصی. ما نباید از بیرون منتظر کسی یا چیزی باشیم تا به زندگیمون معنا بده. دنیا همه رو میشکنه، آدمای خوب، آدمای مهربون، آدمای شجاع. اونایی رو هم که نمیشکنه میکشه. مهم نیستش که چقدر شکست خورده ای، فقط تیکه های شکسته رو بردار و خودتو دوباره بساز. چطوری امیر؟ Just do it، فقط انجامش بده. چقدر آشنا بودیم جمله، فکر کنم مال برند نایکی بود، درسته؟ آره. کمپانی نایکی که پوشاک و محصولات ورزشی تولید میکنه تو دهه 80 میلادی جاستیت رو به عنوان شعار تبلیغاتیش انتخاب کرد. حالا بیاین با هم دیگه این شعار رو از 3 منظر فلسفی، علوم رفتاری و نوروساینسی، همون علوم اعصاب، رمزگشایی کنیم. پراگماتیسم حرف اصلیش این بود که معنای یه ایده رو باید در نتایج عملی اون مشاهده کرد. خب این یکم سنگین شد، دقیقاً به ما میگه یعنی چی؟ یعنی یه نظریه فقط وقتی معنا داره که بتونی در عمل نتایجش رو ببینی. ساندرز پیرس یه مثال ساده میزنه، میگه الماس سخت‌ترین ماده جهان، ولی این گزاره تا وقتی که الماس رو خراش ندی و نتیجهش رو نبینی عملاً یه حرف تو خالیه. خب اینم حقیقتا یکم سنگین شد، به ما میتونی بگی که منظور و مفهوم این مثال دقیقاً چیه؟ یعنی پراگماتیسم میگه حقیقت با آزمایش و تجربه مشخص میشه. امیر حالا میتونی به من بگی که ارتباط پراگماتیسم با جاستوی دقیقاً چیه؟ تو 3 چیز خلاصه میشه. 1 تمرکز بر کنش. پراگماتیسم به جای تمرکز بر بحث‌های انتزاعی بی‌پایان مثل اینکه آیا من به اندازه کافی خوبم یا الان بهترین زمان برای شروع فلان کاره، بر انجام کار و مشاهده نتایجش تمرکز داره و عمل خودش معیار حقیقت و سودمندیه. مثلا ما اینجا تا صبح بشینیم برای مخاطبمون درباره احترام به والدین صحبت کنیم، اما بعد از پایان ضبط
خلافش رو عمل کنیم اینجا پراگماتیسم نقض میشه. آفرین.